متوجه باشن که نیروهای مسلح در هر کشور ناموس است. یگان تا ضد امارت است و امارت ضد از اوناست. یگان تا ضد طالب است، طالب ضد از واست. این که ضد یکی هسته و این مانع نداره که این آدم اگه خراب باشه باز پاکستان خوب باشه که حمله کنه. برای من این لحظه هیچ مهم نیست که دمی افغانستان کیست. برای من مهم است که نمی حمله کردن پاکستان خراب است. این حال نیست. از 50 سال پیش ما گپ میزدیم پاکستانی ها برای ما خرابی میکنن. از وقت داود خان چنین کار انجام دادن. یا حال در درون افغانستان، در مرکزیت افغانستان کدام قدرت است؟ هر کس که باشه ایره که میگن مثلا کسی که مخالف دولت افغانستان است همیاله میگن که امارت افغانستان، دولت افغانستان، طلبا مردم خراب و چی هستن، ولی گفتن نمیشه به خاطر که خراب است با حمله آمریکا خوب است. توش نمیتونه حمله آمریکا میگه حمله پاکستان خوب است. این خراب است و اون خراب است، اون خرابتر است. دور پناه میدادن این پاکستان. بسیار آدمای بسیار گشنه بودن که یا خدا شما که پیش از انقلاب و دیگه پیش در پاکستان میرفتین ایران میموندین که چطور زندگی میکنه. آفرین شون بسیار چتل. اونم پنجابه در جانشون بود. مچم او 2 ماه نشد یا 8 ماه او خانوما که میمد لطف میکردن این تو عطر بوی میداد، تو عطر بوی میداد که آدم زود پاک میرفت که دلبد میشه. باز پسانها دیگه هم کرتایی شد. نه حالا چه خوب مقول هستمی وزیر دفاعشون و وزیر داخلشون گپ میزنن. خوب ریشاب